5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وای در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد. برای خود دیپلم دارد. چگونه ای که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه ای که میرویم و یا نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند. این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگویند داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود، ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد، تصور کند که خدا وای چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد.